به نام الله بخشاینده مهربان. تماشا بینان عزیز، این لحظه در مورد عمر فاروق با شما صحبت میکنیم. این مرد کسی است که همه وقت در برابر گرفتن نامش لقب شجاع و حق پرست و عادل همراه کرده می شود. با همه آن بزرگی و عظیم جثه بودنش، سطل‌های آب و طعام را برای مردم کمبغل در سر کتف یا سر پشتش می کرد و می رفت. عبدالله ابن مسعود می گوید از روزی که عمر رضی الله عنه به اسلام را آورد، سر ما بلند شد و صاحب عزت شدیم. از ابن عمر رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: پروردگارا، اسلام را با یکی از این دو مردی که کدام از آنها در نزدت دوست داشته تر است نصرت بده. حضرت علی رضی الله عنه می گوید کسی را از مهاجرین ندیدم که آشکارا هجرت کرده باشد مگر عمر. این مرد عمر فاروق رضی الله عنه می باشد. تماشا بینان عزیز، به شبکه های ما آبونه شوید و روزهای نزدیک انتظار باشد.